تمرین را با آهسته دست زدن به خود شروع کنید. ابتدا از دست راست استفاده کنید و روی دست چپ خود بزنید. بعد کفهای دست را با هم بزنید. روی ساحل دست ضربات آهسته بزنید. از ضربات ملایم و آرام استفاده کنید، نه خیلی سخت، اما با استحکام تا بتوانید آن را حس کنید. روی بازو و شانه ضربات آهسته بزنید. دستها را عوض کنید و سپس از دست چپ استفاده کنید و روی دست راست خود بزنید. از ضربات ملایم و آرام استفاده کنید. روی ساحل، بازو و شانه بزنید. به بهترین شکل ممکن به پشت، در قسمت عقب، پایین پشت پاها و روی جلو پاهای خود به سمت بالا تا شکم بزنید. با نوک انگشتان خیلی ملایم به پیشانی، به صورت و کل پوست سر بزنید. دستان خود را پایین بیاورید و ببینید آیا چیز تغییر کرده است یا خیر. و جابجا راه رفتن شروع کنید. با سرعتی که در حال حاضر مناسب شما است راه بروید. به راه رفتن خود ادامه بدهید. سرعت را بالا ببرید و از بازوهای خود به طور فعال استفاده کنید. در صورت لزوم دستها را مشت کنید. از بازوهای خود با قدرت بیشتر استفاده کنید. دوباره سرعت خود را کم کنید و به طور معمول راه بروید. به راه رفتن ادامه بدهید. با هر قدم زانوها را کمی بالا ببرید. با بلند کردن زانوها ادامه دهید و روی رانهای خود ضربات آهسته بزنید. حالا سمتها را عوض کنید طوری که روی رانهای مخالف ضربات آهسته بزنید. سرعت را بالا ببرید و قدرت را بیشتر کنید. بازوهای خود را پایین بیاورید و با سرعتی که در حال حاضر مناسب شما است راه بروید. به طور متناوب با یک پا و پای دیگر جلو خود را لگد بزنید. در صورت لزوم بازوها را هم به کار گیرید و به سمت جلو بوکس کنید. بازوهای خود را پایین بیاورید و اکنون به صورت معرب در مقابل خود به جلو لگد بزنید. کم زانوها را خم کنید و به پهلوها لگد بزنید. به عقب لگد بزنید و احتمالاً بازوها را به کار گیرید و دوباره به سمت جلو بوکس کنید. سرعت خود را کم کنید و آرام جابجا راه بروید تا نبض دوباره آرام شود. هنگامی که دیگر خسته نیستید ممکن است ایده خوبی باشد که تمرین بعدی را شروع کنید. تنش زدایی در حال نشستن.